سر نداره اصلا کلا. نورانی هم هست. بچه یوتیوب، اسم من سامیه و اینجا هستیم با ویدیو ترسناک دیگه. بدون وقت تلفی میریم سراغ ویدیوها. ویدیوی شماره 1. این داداشمون رسته توی قبرستون. یکی از اون یوتیوبرهای جستجوگره و میره جستجو و این بار اومده داخل قبرستون و این دستگاهی داره که با روح‌ها و جن‌ها ارتباط میگیرن و میتونی باشون حرف بزنی یه جورایی. Pero también se escucha una mujer. Soy Ruth, dijo. Dijo así, no soy Ruth. Sí. Voy, Ruth otra vez. Sí, a Ruth dijo. خوش داره باشه هستیدن آجی. Mames, vete a la... صداش پارازیت میشه ولی خوب صداش میاد. Dijo mi nombre. مخصوصا توی قبرستون که پر روحه. Luis dijo. Para los que no saben, yo me llamo Luis. A la madre. Dijo mi nombre, plebes. Si no se lo pregunté. No mames. ¿Te llamas? داداش نورافکن با خودش برده اونجا کل قبرستون رو روز کرد. اینجا رو ببین ¿Quieres آجی. ayuda? Ruth. Sí. وای چقدر فریکیه. ¿Dónde estás? اصلا راحت Dime داره با dónde طرف estás حرف میزنه. exactamente. ویدیو بعدی. این داداشمون میاد داخل اتاق و میبینه عروسکا دارن تکون میخورن. البته قبلش اتفاق افتاده بوده که این داداشمون دوربین به دست داره تو خونه میچرخه. چی میخوای از اینجا؟ از من چی میخوای؟ حرف بزن، با من حرف بزن. همیشه این عروسکا یه جریان داخل خونه دارن. میدونید بیشتر این جن‌ها، روح‌ها دنبال جسمن و میخوان کلا یه جسمی رو تسخیر کنن و چه بهتر از این عروسکا. بهتره تو خونتون اصلا عروسک داشته نباشید. کلا یه چیزی فریکی عروسک. So, as you can see here, this is pretty much up against the wall. داره بهمون نشون میده که ویدیو فیک نیست و اینجا یک پشت پنجره هیچکی نیست که بیاد مثلا There's a screen. تکون بده اینا رو و نخ اینجا وصل نیست. There's no holes in the wall or anything like that. ویدیو بعدی خیلی عجیبه. یه زن هست که داخل دوربینای توی کوچه یه چیزایی ازش دیده میشه. انگار کلا از این دنیا نیست. شاید هم روحه. اینجا میبینید که میاد و کلش کلا گلیچی میشه. انگار سر نداره. واو. وای. سر نداره اصلا کلا. الان بعضیاتون میگیم مثلا ایراد از دوربین باید باشه. خیلی هم اینو گفته بودن. ولی اگه دوربین بخواد همچین اشتباهی بکنه، همچین گلیچی بدنه، کل محیط رو میدن. یعنی کل محیط باید اینجوری میشود. نه فقط کله همین دکتره.
اینجا یه تصادفی رخ میده، یه ماشینی میاد و میزنه کل اینجا رو بند و بساط رو بهم میریده، این دختره رو زیر میگیره، ولی این دختره همین که ماشین بهش میخوره غیب میشه. و بعد این ویدیو دیگه کلن چیزی ما نداریم. ویدیو بعدی این داداشمون نمیدونیم چیه، توی اخباره و اون پشتش یه قفل داره تکون میخوره، یه قفل. الان میگی شاید باد تکون داده، داداشون قفله. بعد همین میاد که در این نمیدونه کجاست باز کنه، درش خود به خود باز میشه. خوش میگه بیا تو دم در بعد داداش. خودش هم خندش گرفت دید. امیر اینجا داستان داره. ببین در خود به خود باز میشه. باد نمیتونه قفل رو تکون بده دوستان، مگر اینکه بادش خیلی شدت داشته باشه. و همونطور که میبینید اگه بادی بود این داداشمون هم الان تکون خورده بود، یا از موهاش یا همچین چیزی، بالاخره با تکون بخوره. ویدیو بعدی این داداشمون یه خونه خریده، خونه جدیدش با سگاش داره بازی میکنه. خونه یکی کلن تازه وارد شده و داستاناش داره کم کم شروع میشه. اینجا داره با سگاش بازی میکنه و میگه بام بام. اون داداشون ریاکشن نشون نمیده. اینجا میره برای سگاش غذا بیاره، فکر کنم یه چیز بر میداره. بعدش اینجا کشوی رو بیروش همینجوری الکی باز میشه. اینجا میگه آو، بعد میره بیرون. اینجا تازه داستان داره شروع میشه. وای. اینجا به سگاش غذا میده، بعدش بر میگرده و کشو میبنده، میره بیرون. دوباره یه سرک میکشه اونجا و ببینیم که در خود به خود بسته میشه. وای. این داداشمون فهمیده که یه چیز اینجا هست. ویدیوشو داخل تیک تاک میداره و همینجوری ویدیو آپلود میکنه که یکی از ویدیوهاش دوباره یه چیزی میگیره. در پشت سرش بسته میشه. اوه اینجا داشته با لپتاپش کار میکرده و یه صداهایی از بالا میاد، انگار که درون یه راه میره برای خودش، صدا پاش میاد و الان متوجه میشه. میک میکنه داداشم و دوربینش الان بر میداره. Hello? آره داداش کسی میزد. اوه بزن به چاک داداش، اون کونه تسخیر شده. ویدیو بعدی یه زنه بوده که دوربینای خونهش یه چیزی میگیرن. یه آدم از داخل حصار رد میشه، نورانی هم هست و خوش برای خودش میره و اینجا نامری میشه و غیبش میزنه، پودر میشه، انگار یه جور مه نورانی. ببینید از داخل حصار رد میشه، نه که اینکه حصار رو باز کنه بیاد این ور، از داخلش رد میشه. Holy shit. خیلی هم فریکی. دیدید؟ خوش غیب شد. واو. ویدیو بعدی این داداشمونه که واقعا باید خونه‌ش عوض کنه. این داداشمون داشته از خودش عکس میگرفته با وبکم کامپیوترش. یه دیگه You can use your phone as a یک camera. مدون پل Okay, so I was on Yep. the photo booth app.
I was just Yeah, like, right. let me play around with the app. Yeah. Listen forever. And میگه داشتم عکس میگرفتم از خودم و I was taking the photos with اون them. پشت یه چیزی من And میشه. I was looking back at them and I saw that there's this black line and it's داخل because, like, کابینت the cabinet opened a little bit. یه جور چهره، یه جور صورت. I went to the next one and I don't even know why this is like lit up back here. You know, this is like the What? thermal photo thing and it's like lit up. So I kept going to the next one and I swear I freaked out because one, I don't know how it opened, but two, میگه اولش در کابینت بسته بوده و بعدش باز شده like it's و نمیدونه چطوری باز شده و یه چهره و understand. یه صورت اونجا کامل نشونی. خیلی فریکیه. A face and I'm like I'm Ah. freaking Yeah. out right now. Yeah. And the next one, like Yeah. the computer started glitching, so it took I don't know what this is, and then it took about داداشمون همون لحظه میبینه just like snapped. چشای the photo. چیزی Like, داری. I swear that's همون لحظه very- میبینه و میاد چک I took میکنه. my whole part and this I don't میگه شاید این بالایی ها مثلا حالت چهرش زاویه دیدش like همچین چیزی نشون داده باشه ولی اون چهره اینجا بوده. there's nothing اون پایین ها نه اون that بالا. looks anything remotely like that. Like it's so I don't I don't understand. I don't know if I'm overreacting or I don't know what to do. Like I swear واو that's a face. خیلی فریکیه. ویدیو بعدی از همون پسر است که نیمه شب بیدار میشه و همچین ویدیویی رو ضبط میکنه. لامپ کمدش خاموش روشن میشه و یکی از تیشرتاش همینجوری داره تکون میخوره. اوه 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 داداش تو باید بری وقت رفتنته اونجا رو ببین آجی. یه صورت همون صورتی که توی عکساش دیده شده اینجا داره نگاش میکنه. On and off. For a few minutes, I'm gonna go see what's going on. شیر رو باز کرده. هولی مولی. Shit. برو بیرون داداش. My shot glass. ما بودیم سکته میدادیم آجی. این وایستاده هنوز اینجا. Oh, fuck this. الان زد بیرون. اینجا داره توضیح میده و میره یه عالمه دوربین میخره. یه عالمه دوربین میخره و تو نقاط خونش میبره تا یه چیزی ضبط کنه. And stuff that's been going on, things have been getting increasingly worse. And recently it's been really active at night while I sleep. I'm waking up اوه with a lot of bruises. میگه که یه عالمه زخمه انگار یکی با پنجه کشیده روی بدنش همچین چیزی پیدا میشه. My friends and I placed these little cameras around my apartment. برای همین کلن کل Cameras start recording when it خونه رو دوربین باران کرده runs داداشم. 24 hours a day all around Good. my apartment, and when movement is hot, it starts recording and like who's able to play back. So we're hoping to get some more stuff. ساعت 3 شب. داداش اون جنه فکر کنم تو کمدت داداش. فقط تو کمدت کار داره. از تو کمدت تازه اومد بیرون الان. اولی شیت.
وای اینجا مقرش تو کموده کنن. تازه از کمود اومد بیرون رفت تو اتاق خواب طرف کشیدش. وای فکر کنی که بیکشیدن اینجا رو. ویدیو بعدی یه خانواده است که دارن تلویزیون نگاه میکنن و هیچی نیست که اینجا سگ میترسه و کلن بپر میکنه میره بغل مادره و اینجا توی اسلموشن میبینیم که چیزی سگ رو میچشه. واو ویدیو بعدی یه خانواده است که پنجره خونشون همینجوری الکی داره تکون میخوره، انگار که اون پشت داره پنجره رو هل میده، صدا تولید میکنه و داداشمون میره بیرون. وای 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 پشت پنجره ایست که نیست و هنوز پنجره داره تکون میخوره، انگار زلزله اومده ولی فقط رو پنجره. ببین جالبیش اینجاست که همه پنجره خونه دارن تکون میخورن، نه فقط همه. و این پشت هیچ کی نیست. پشت این پنجره یخچال و کمود و از این چیزا بود. کسی نمیتونه اون پشت دوستان پنجره رو تکون بده، اونم اینطوری. معلومه که ترسناکه داداش، خیلی هم فریکیه. برو داداش برو، اینجا دیگه جای تو نیست. ویدیو بعدی این خانما اومدن وسایل قدیمی خونشونو دارن میندازن. یه صدایی از داخل خونه میاد که دوربین ضبط کرده. یه صدای مثل جیغ، انگار مثلا اون وسایلای یه جن بوده که داشتن پرتش میکردن بیرون. و میان داخل خونه و میبینن اوه همه چی به هم، همه چی افتاده این برون. کل خونه انگار زلزله اومده روش. That's so cute. Yeah. Smells so bad. Smells so. Oh my God! What is that? Flies? خونه رو به گوه کشیده کلن جنه. اوه این وسیله بازی بچه ها نمیدونم اسمش چیه. این خیلی به جن ربط داره، انگار خیلی براش مهمه.
اینو میگن که پرت کردن بیرون چندین بار و این داخل خونه دوباره ظاهر میشه. این آنابل همون اسباب بازی بچه ها اون آبیه تکون میخوره خود به خود. Come here. اینجا داره اونو برده بیرون تو حیاط پشتی و انداختتش هم میره. الان دوباره ازش داره فیلم میگیره. خوش داره تکون میخوره. یاد انیمیشن ماشینا افتادم آج. شبیه اونا. ویدیو بعدی این داداشمون اسنپ بوده نمیدونم همچین چیزی حرف میزنه داره ببینید چه اتفاقی میفته. میگه 6 صبح و من بیرونم. یه نفر انگار اون پشت روح بوده جم بوده خوش در باز میکنه میره بیرون در میبنده دوره انگار مسافر بوده. پولت هم نداد داداش پیاده شده رفت. اینم خوش انگار جوکه براش راه میفته میره برای خودش انگار نه انگار. دوباره شروع میکنه حرف دادن آشد در مورد نمیدونم تولد یه نفر داره حرف میزنه. کلا اون موضوع فراموش میکنه که دوباره در باز میشه و یه نفر انگار میاد داخل یا میره بیرون و تشکرم میکنه. فام بود تا ترسناک. داداشونم که اصلا یه حالت برامون نیست گرفته بود و دوباره در رو میبنده و میره برای خودش خونش. اینم از این ویدیو دوستان. کانال ساب کنین و زنگوله کنارشم بدارید تا هر موقع ویدیو گذاشتیم با خبر بشید. تا ویدیو بعدی خداحافظ.